عجیبترین نژادهای اسب که باورت نمیشه واقعی باشن. آپالوسا، اسب خالخالی افسانه‌ای که انگار با قلمو طراحی شده. شایر، بزرگترین اسب دنیا که قدش به 2 متر میرسه. فریزیان، فرشته مشکی دنیای اسب‌ها با یالهای بلند و ظاهر سلطنتی که انگار از فیلم فانتزی اومده. فالابلا، یکی از کوچکترین اسب‌های دنیا که فقط 70 سانتو به اسب جیبی معروفه. آخارتکه، جواهری از صحرای ایران و ترکمنستان با پوست طلایی و براقش که معروف به اسب طلایی. مارواری، اسب گوشکج هندی، گوشاش به سمت داخل خم میشن و یه حالت قلبی شکل میسازن که معمولا در هند دیده میشن. جیپسی ونر، با یالهای سنگین و فروخورده‌ای که ظاهرش انگار از داستانهای جادویی اومده. فیورد، اسب یخی اسکاندیناوی، اسبای کوچیکی که توی مناطق قطبی زندگی میکنن و میتونن توی سرماهای شدید زنده بمونن. اگه میخوای بدونی این اسبا دقیقاً برای چی تربیت میشن و چه کاربردهایی دارن، پستای بعدی رو از دست نده.